قیامت را کرد گفته بودم خلا خو باور کنی خو نکنی ستاره ای دنیا رفتگی ای باورم نکنی حقه باورم کنی حقیقت نه کی کشتگیانش مسد زدگیانش رفتگی ای فهمون نیست در دنیا روز قیامت فقط میبینی امید کن وای در دنیا نیست باور نمیکنم که ستاره کشته شد گپی را که من اصلا باور نمیکنم گپایی اصلا یگامتش راست نیست بگو اگر مرا میکوبی از دلغره میوبی خیک ماماشه ماما بگو چخلی مادر ستاره فاضلова که مقیم آلمان است دختر و نبیرگانش را نه در تاجیکستان بلکه در جای دیگر می جوید 5 سال است از سرنوشت دخترش که سال 2015 به سوریه جنگ زده و قسماً تحت نظر داعش رفت خبری ندارد. سال 1991 ازدواج کرده بودیم ستاره سال 94 تولد شده بود بهار بود 11 مرد بهار در تولد شده بود خوشحال بودیم خیلی برای دخترچه تولد شدن دوم فرزند بود با ستاره در کلان با هسته پسر دختری بهت شوخ بود بهت دایم میگفت که اگر من بچه میشتم خوبتر بود بسیارتر چیه خصلت های بچگی داشت ناترس بود خیلی دختری ناترس بود ستاره تقریباً 17 ساله بود که والدانش از هم جدا شدند و با مادر بر روسیه میزبانی اصلی مهاجران کاری تاجیک رفت. در تاجیکستان در ناحیه فردوسی زندگی میکردیم داماد ما بگیم شوهر قبلش همسایه بود نزدیکی ما در زندگی میکرد بچه خوب بوده چی نمیتونم در بورش گفته اصلا یکم فرق نداشت دیگه بچه ها بعد ویش شناس شده ما رفتیم روسیه با در همونجا اینا وا خوردن گرفت همونجا نکاح کردن گرفتن میخواستن بیان تاجیکستان توی کنن تویشونم راستی نشید فکر کنم که خانواده همین بچه زید بودن نمیخواستن بعد نمیخواه در روسیه مونده در مسکو بودن ما در دیگر شهری روسیه بودیم مادر ستاره با پسر و دختر خرده‌اش سال 2014 به تاجیکستان برگشت. ستاره و شوهرش سعدالله تا سال 2015 در مسکو بودند. بعداً یه دفعه چیا گم شد علاقه 2015 ماهی مای بود شاید آخرین بار گپ زده بودم یا اپریل بعد چند ماه ستاره را نمیدونستم ستاره او وقت حامله دار بود میدونم گفته بود که حامله دارم یا چند ماه بعد فهمیدم پسری کلانیم در روسیه بود او وقت در ارتشی روسیه کنترکت داشت و از سببی که همونجا مونده بود یه دفعه گفت که ستاره گفت در سوریه یه عکساش روان کرد لباسای سیاه پوشیدگی راستی همش محکم بود ترسیدم راستی یکم بار دیدم ترسیدم یا دهشت نمیتونستم که در تلفن نگاه کنم خیلی روزا گذشت بعدا یه دفعه ستاره خودش پیدا شد در واتساپ نویست که ما همی جاییم ویدیو زوانو کرد نشان داد که ما همه جا آمدیم اوچه یکم علاج بیام را ایجا برور ماهی اکتبر بود بعدی وفات کردن شوهرش ستاره میخواست از سوریه که گروهی به نام دولت اسلامی قلمروهای وسیعی از آن و عراق را اشغال کرد بیرون رود گروهی که با قانونهای عصر میانگی حکومت میکرد سعدالله طالبوف شوهر ستاره را که حتی عکسی از او هم باقی نمانده است گماشتگان داعش در روسیه به صف این گروه تروریستی جلب کردند و او نیز همسری بیخبر از نیت سفر به سوریه را با خود گرفته است.
گفته بود خیلی فریب اصلا امو شوهرش فریب کرده بودن بعد خیلی که دوست داشته بود دیگه توجیکای ما چه خیلی که جای رفتیم من میرم و همراه میرم هر چی شدیم هر دومون دختری خیلی جوان فکر نکرد که بعد چی میشود شاید میدونست گفت که وقتی که بلیط داشتیم ترکیه میپریدیم در درونی همو ایرپورت گفت جنگ هم شدیم کمتر نفهمی بود گفتم که از همینجا میگم که ما تمرا همونجا میبری نه ستاره جان بیا میریم اگر که معقول نشید من ترا البته با میفرستم تو میتونی گشته بیایی رفتیم و یا فکر نمیکردن که یک طرف بلیط گشت آمده نمیتونه دیگه شوهر ستاره را 2 ماه بعد از رسیدن به سوریه در همان سال 2015 در شهر طبقه کشتند. نیروهای حکومتی سوریه و عراق و نیروهای ائتلاف بین المللی در آن سال جنگجویان داعش را از آسمان و زمین هدف می گرفتند. عذاب ستاره در کشور جنگ زده و با یک طفل نوزاد 10 چند شد. بعد ستاره نقل کرد که طاقه موندم اوچه جان دخترچم 21 روزه در دستم وقتی که رفت دیگه برنگشت بعدن گفت تا بگیر منتظر بودم که نبود آمد گفت خبر آوردن که صدلا تمام کشته شد نیست وقتی که در دولتی مردم که یک کودکی مایده تنها میمونی خیلی مشکل بود براش میدونم هم خیلی عذاب داشت میگفت که اوچه جان یا علاج که مرا ایجا برور یا علاج که حتی بسیار خواهش کرده بود که مقاماتو ده برا گپ زن که یاردم کنن مرا ایجا برورم نمیتونم دیگه ایستاده خیلی بسیار عذاب کشته بود من میدونم که چه عذاب کشته بود هم خیلی خنکه شمالی سخته برف باریده است سوید نیست اونو خیلی اکو کراسینی در گیروندیم خونه چند آدم پجرش ده ای ترسه من نمیدونم چیکار کنم این زمان منطقه‌های تحت نظارت داعش در محاصره قرار داشتند. مادر ستاره از روزها و قصه‌های بدتر دخترش به یاد می‌آورد که شاهد جنگ و خونریزی در سوریه بود و همیشه راه گریز از آنجا را جستجو می‌کرد. بعد که میای اینجا اصلا دولت اسلامی نیست میگفت همین گپا را زیاد میگفت که دولت اسلامی نیست همش دروغه هر چیز که میگم باور نکنی همش دروغه میگفت بسیار اصلا جهاد نبود یا نفر ای خونش میره بگناه در خونش دیگه توی به قتل میرسونی خودش جهاد کن نبود بعدا میگفت که مردایی که میوین زیاد نقل میکرد راستی خیلی گفته بود چیزای فحش و فاحشگی بود مردا منتظر بودن که یه نفر میکشن که زنی و یا بگیرن مثلا دولتی که رحم نیست اصلا میگفتم که آدم ها کشتگیان مرده ها وقتی راه میریم ای بالای مرده ها میپریم میگذاریم میریم اصلا نه رحمه نه شفقت هیچی نیست نه قانونه نه انسانگری هیچی نیست میگفت همش افسانه. پس از مرگ شوهرش سرنوشت ستاره را طایفه از داعشیان یا همان مردانی حل کردند که منتظر بودند یگان جنگجوی همصفشان کشته شود تا زن او را بگیرند. وقتی شوهرش کشته شد بعدا میگفت که حیم شاید باشه یا مثلا یک خانه را میدودند نفرایی که شوهرشون کشته میشود شهید به زبانی و یا بعدا اینو در یک خانه زندگی میکنند بودن زنای تاجیک چند نفر با زنای تاجیک زندگی میکردن کودکدار بودن همش راستی بعد باری دوم ستاره شوهر کرد تلفن کرد که مرا شوهر دادن گفتم که کیه گفت ابو داوود اگر در چی نگاه کنی در یوتیوب میدونی کیه گفتم چی آدمه گفت نمیدونم خیلی تاجیک انسانی خوب مثل دیگرها گفتم که ستاره آدمی خوب
سوریه نمیره و برای دیگر به قتل رسوندن. این گپا رو ما گفته بودم. دختری و در پیش می بود، من خیلی اودان نخود دختر بودم. هیچ وقت قانون‌های ارتجاعی گروه دولت اسلامی در سوریه اجازه نمیداد زنی جنگجویان کشته شده تنها از خانه بیرون آیند. از این رو ستاره را ناچار زنی ابوداود یا پرویز سیدرحمانوف کردند. همسر یکی از مبلغان فعال تاجیک داعش که باور می رود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. ستاره گفت که مجبور بودم، نمیتونستم دیگه. وقتی که در یک دولت اسلامی در قانون یا سخته، من هیچ کار کردن نمیتونم. وقتی که اگر کودکی من مثلا یا چی لازم شود بیام یا بیمارستان یا جو رفتن، البته کتیم یک نفر باشه، اون نفر نیست. ما زیاد زنها گفت به شوهر که زندگی میکردیم، من نمیتونستیم، امره لازم بود. حتی در یک تاکسی نمیتونستن 6 تا یک جا رفته. ای چی ها هم که بود، قانونای سخت داشتن، راستی نمیتونستن. این وقتی بیرون میبرودن محکم بودن. ستاره نتوانست زندگی را با ابوداود ادامه بدهد چون عذاب و عقوبت زیادی از دست او کشید. هر دو فرزندش را که اولی صفیه از سعدالله طالبوف و دومی محمد که از ابوداود بود گرفت و رفت. میگو بدرفتار بود، زیاد به حد بدرفتار بود، زیاد اذیت میداد. چند دفعه زده بود، یک دفعه ویدیو کرده بود، عکس گرفته بود که چخوای ابوداود زدگی سیاه بود، تناش بسیار اذیت داده بود. میگفتم که التماس ستاره یا راه بیا و ایمون خلاص شه. سال 2016 ستاره از ابوداود طلاق گرفت و جدا شد و از شهر رقه سوریه گریخت تا خود را به منطقه های آزاد شده از دست گروه دولت اسلامی برساند. در اردوگاه پناهندگان الحال خود را بر رزمندگان کرد تسلیم کرد که بر ضد داعش می جنگیدند. همون گفتم که نامی لگرمان الحال نام داره، داخل سکیم گفتم تمام دیگه هیچ را نمیدونم. دامی دستی اونم فقط بگو فامیل این میمونه، ممکن که بیوان مونه. او صفیه هم کسل، ما هم کسل، محمد کسل، هر سیمون کسل. پناهگاه الحال بود، بار اول آمد یه هفته همونجا بود. او سال 2017 و پناهگاه فکر کنم نو تیار کرده بودن برای همی پناه، همی جویانی چیا داعشی ها، زنای داعشی ها. بعد ستاره یه هفته همونجا بود. یه دفعه تلفن کرد گفت آب نداریم، یا دشته، هیچ شرایط نیست، عذاب دارم، دو کودک مایده کتی به حد عذاب دارم. گفت ما را میبرن، کجا میبرن نمیدونم. همون روز یادم است که صبح بود، تلفن کرد گفت اوچه ما را میبرن، نمیدونم گفت کجا، نمیگن هیچی. شاید گفت ما را عراق برن. ترسیدگی بود، زیاد ترس بود دلش. گفت که ما را میبرن، اگر عراق ده گفت برن بسپارن زنی داعشی ها گفتن ما را هممون میکشن. در عراق زنان داعشیان را یا حکم قتل میدادند و یا به زندان یکمره محکوم میکردند. اما ستاره را نه به عراق بلکه به اردوگاه دیگری پناهندگان با نام راج در ولایت حسکیه سوریه بردند که آن ولایت را هم رزمندگان کرد تحت نظارت داشتند. در این منطقه سازمان ملل برای پناهجویان 2 اردوگاه ساخته بود، یکی با نام الحال، دیگری راج. بردن ستاره ای پناهگاه الحال راج بردن راج. بعد تلفن کرد گفت که ما همه جاییم. همونجا هم تلفناشون گرفته بودن، ممکن نبود تماس بگیرن، این همش به جایی بود. خیلی بعدا همون پناهگاه راج ده تلفن دادن، اما چیا خودشون عسکرا تلفن کنه گفته. 2018 آخران باری که کتی ستاره در تماس بودیم 7 اپریل بود. ستاره در پناهگاه راج بود.
оча Россиянои худша мегира мебара фақат меган. Аммо мумкин долго ждать канем ва мумкин мода документ кунан. Фаҳмиди? Инам хеле оча. Просто ман худам зиқ шидам сирану давно надидам та тестарак бурам пешит бибиним та мефурам. Зиқи зоруме. بعد این مادر تلفنی به جستجوی دختر و نبیرگانش آغاز کرد و کارش دیگر باره به ابوداود افتاد که زنی دیگری هم داشت. به قول ابوداود رزمندگان کرد ستاره چند زنی دیگر و همسران جنگجویان داعش را با کردهای اسیر افتاده به دست این گروه افراطی عوض کردند. رزمندگان کرد که با نام PKK شناخته می شدند در سوریه و عراق یکی از دشمنان اصلی داعش بودند. айма талоқ пурсид дар ҳаққа як сол пасаш грехи қапиданаш уҷа хоҳарора здават кард ба ҳамун хоҳарое ки здават кардагира абрадна алиш кардан қати PKK солдато давла алиш кард қати хоҳаро ҳамун хоҳаро омадан гуфтанд ки инами одам моро фурӯхт дар PKK фаҳмидӣ ба ҳукмша бароварданд ки қатл киштанаш ҳола фаҳмо пешай киштанаш 3 моҳ дар тирма шиштагӣ буд фаҳмо ман гудакора мерафтум хабар мегирифтам ҳарчанд бовар намекунам ки ситора кишта шид гапи ира ку ман аслан бовар намекунам гапои аслан ягонташ рост нест чизе ки дар бораи зиндагииш ситора барои ман нақл карда буд гапои аслан дурӯғай вақте ки ситора дар суди шариатӣ дод ҷидо шидан баъдан ситораро тӯҳмат кард 2 дафъа мега бурдан қариб мекуштан бурдан гуфтанд ки и ҳамаш корои Абудовуд буд албатта телефон шакофтанд гуфтанд ки и бо ситора бо амният ё ФСБ рости дар алоқаи чизои хабарои моро мефириста баъд гуфт рафтум телефон ма гирифтан дидан кофтан чизе наёфтан ҷавоб додан баъди вай бо як дафъа буд ҳамин кор як дафъаи дигам ҳамихе буд бозам бозпурсӣ кофтуков қариб гуфт мекуштанд бисёр азият дод бисёр ай Абудовуд бисёр азият дид иқае ки духтари маро вай азобу азият дод қалату кӯб кард вай инсония ваҳшияй ваҳшӣ худованд ӯро ҷазоша бутия هنگامی در اردوگاه پناهندگان بودن ستاره مادرش سعی کرده است تا از هر راه قانونی ممکن و یا حتی غیر قانونی و با مساعدت قاچاقبران از سوریه بیرون بیارد اما به نتیجه. سال 2017 بود و زمانی که داعش شکست سخت خورد و در سوریه و عراق عقب نشینی میکرد. خیلی همه مقامات در راستی من نویستگیم همه جا ای آلمان تا تاجیکستان تا روسیه تا چچنستان و تمام جا در نویستم که کمک خواستم که دختری من آمده بیرون در پناهگاه یاردم کنه همه جا در نویسته بودم صلیب سرخ بین المللی آلمان در نویسته بودم سال 2018 بعدا رفته بودم در میونشن آخرین بار وقتی کتی ستاره گپ زدیم 7 اپریل بود گفت یک علاج که صلیب سرخ کتی کمک پرست که مرا اینجا آزاد کنم که اگر ممانم میمانم اینجا تمام همین در آخرین چی ستاره می بود 7 اپریل بود دیگه علاقه نبرآمد. دیرتر مادر خبر مرگ دخترش را از زنان شنید که همراه ستاره بودند. تلفن‌های اطرافیان را ستاره به مادر داده بود تا در صورت اتفاق با او از حالش خبر دهند. دیناره نام زن قزاق خبر را به سیاره رساند. ما وای پرسیده بودم که ستاره در کجای چند وقت نمیبرویه گفتم که یه هفته پس علاقه میکنم نه که نبرامد تلفن کجای پرسیده بودم گفت نمیدونم ما گفت میفهمم بعداً تو جوابش میتیم یک صبح بود راستی نمیدونم ماه اپریل بود میدونم اون که چندم بود نمیدونم امروزه
телефон кард, гуфт Ситораро куштанд. соати 5 ё 6 субҳ буд. вақти бедор шудам, ай хоб ҳам хеле дар дилам як оташе буд ки сӯх хел кардам, тамом мурдам. дод гуфтам, гирья кардам, баъдан бачам бедор шуд. омадем, духтарчам хай майда будан, у вақт бедор кардам. гуфтам ам хеле хабар омад. 3 нафар дар давлати мардум, чӣ кор мекунем, ҳеҷ чиз дастмон намеояд. фақат гирья кардем. дигар телефон мекунам, мепурсам, мегӯянд ҳама хеле фаҳмидем. кай шид намедонем. مادر به مرگ دخترش باور ندارد، اما با آن مراسا کرده است. میگوید از بس که 5 سال است از دخترش خبر نیست، سعی دارد نبیرگانش را به آلمان بیارد و به تربیه خود بگیرد. صفیه 8 ساله هنوز در دست یک زن تاجیک در سوریه است که نمیخواهد او را به بیبیش بدهد. نمیتونم پیدا کرده. هر وقتی که پیشای رفتن، راستی وقتی که در داخل سوریه بودن، جناب سفیر زبیدالله زاده حتی تلفن کرده بود. نفرایی که با او بود تلفن کردن، گفتن که نبیرتان نمیتونیم پیدا کرده. یگام چیزی نشانه انیق عکساش هم فرستادم، جایی که در کدام گوشه همو پناهگاه های همه چیش دقیق نوشته میدادم. میگفت که پیدا نمیکنیم. هر وقتی میریم او زن میگیره، یگام جای میروه، نمیتونیم تا وقتی که مقامات ها نروند نمیاره کودک بیرون، هیچ کس نمیبینه، نمیتونن. چند دفعه که شد میروند نمیآین، نمیتونن پیدا کردن. نکی امید دارم که آخرین بار اگر که رفتن شاید که نبیرم پیدا کنن. مقامات تاجیکستان که تا حال 256 زن و کودک تاجیک را از سوریه و عراق برگردانیدند، میگویند سعی دارند تمام عائله های باقی مانده و پریشان تاجیک را به زودی به وطن بیارند. مناطقی که در آنجا شهروندان تاجیکستان هستند در لاگرهای حال و راج اساساً زیر نظارت کردها است و به حکومت سوریه، رسمی سوریه یگان علاقه ندارد و برای همین خیلی مشکل بود برگرداندن شهروندان از این منطقه ها. و این منطقه ها نه همه وقت اون چیزی که ما میخواست در این منطقه و راهبران این مناطق نه همه وقت اون چیزی که ما میخواستیم اون رو اجرا کرده میتوانستند و ما توانستیم که در این فرصت عدد چهلی گفتم 256 نفر شهروند رو برگردانیم و حالا قسمی خیلی کمی شهروندان تاجیکستان در آنجا باقی مانده‌اند که ما گروه کاری ما حالا کار کرده است و من فکر میکنم که تا آخر سال یا اول سال 2024 ما پره همه شهروندان باقی مانده رو به وطن برمیگردانیم. یکی از نبیرگان مادر، پسر ستاره محمد 7 ساله را مقامات تاجیکستان از شهر افرین سوریه که زیر نظارت ترکیه بود به دوشنبه بردند و در یک پرورشگاه دوشنبه نگاه می‌دارند. محمد که پدرش می‌خواست از او قاتل پرورش کند. او را من خودم میدونم چه تربیت کنم. فهمو خولا جون محمد خولیگانی میکنه، ند میخره یگام شپلاق نزنی وای نمیشه. در تربیت در قرآن سنت کلان شده است. باذن الله الرحمن ان شاء الله او محمد کلان میشه و مجاهد میشه و با رنگ پدرش با دروی الله میبره، خدمت میکنه، میکشه و کشته میشه. cel هدف فرزندای ما همیه.
ابوداود به این هدفش نرسید. مبلغ فعال داعش از ترس کشته شدن خود را در شهر افرین به نیروهای ترکیه تسلیم کرد. سال 2022 او و خانواده‌اش را به مقامات تاجیکستان سپردند. زیاد کارا کردم، زیاد چیا نوشتم، نامه ها برای مقامات های آلمان و ده همه جا تاجیکستان هم نوشتم، به همه تا سفیر تا وزیر تا همه جا عریضه دارم. همین باری آخر چند ماه پیش هم نوشته بودم که نبیره میدکیم، البته ای دختر می پدرش ابوداود ما وای میخوام بگیرم. خیلی زیاد چیزا هم لازمه در آلمانم. همه یا باید تصدیق شوند که مثلا و یا نبیرهای مای برای آلمانم یک کاغذای لازمه که من مثلا بی و یا میشم و یا نبیره من این چیزا برای یا حتمیان برای چی میگن اپیکونستو سرپرستی من باید نبیرم دا سرپرستی کنم در آلمان. همین ورق همه ای تاجیکستان ای مقامات تاجیکستان منتظرم که کی برای من روان میکنن. من همه عکس ها همه دلیل ها همه چیزایی که بود برای دخترم مثلا این نبیرای من همه چی رو فرستادگیم، همه چی در عرضیام نویستگیم. عریضه بود به نام وزیر تندرستی و گن پروکراتور همه چی من در همه جا نویسته بودم که دو تا نبیره دارم. البته کودک بیگانه برای من لازم نیست، من و یا نبیره من میخوام بگیرم. السلام بگو. السلام. السلام. چیه؟ نام نبیره کلانی سیاره هم در فهرست آنهایی است که باید از اردوگاه‌های پناهجویان در عراق و سوریه به تاجیکستان برگردانیده شوند. اونجا بعضی مشکلات‌های داخلی خود اون لاگر هست که اون باید راه حل خودش را یابد و همه اون شهروندانی که از آن جمله این گودک همه اون شهروندانی که اونجا هستند و در روی خط رسمی ما جایگیر شدن، ما سعی میکنیم که همه اونها رو به وطن برگردونیم. و البته خیلی گفتم با تکرار میکنم این کاری آسان و کاری یک روزه دو روزه نیست و کمیسی حکومتی که در آن وزارت‌های نماینده وزارت‌های قدرتی هستند اونها همه کار کرده ایستادن و این برگردوندن این کودک‌ها فکر میکنم که در ماه‌های نزدیک به آخر میرسند. با وجود مراجعت‌های زیاد ولی کم نتیجه، سیاره امیدوار است روز نبیرگانش را که نشانه‌هایی از دختر اولینش هستند پس میگیرد و مادر آنها را هم زنده پیدا میکند. زیادتر برای نبیرم نمیدانم کی میبینم. همه آرزو دارم که نبیرم و بگیرم و در آغوش تربیت خوب کنم تا روزی که دختر ما یک اونجا پیدا نکنم خبر شه. امید دارم تا وقتی که جان در تنه امید دارم نبیرم هم در آغوش میگیرم، ستاره رم فرزند عزیزم زنده میام. تا وقتی که جان دارم منتظر میشم که ستاره رم میام و نبیرم در آغوش میگیرم. هر صبح وقتی میخیزم خداوند میگم مرا نکش که هم روز نبیرم در آغوش بگیرم و فرزند به یک بار که دیگه زنده بینم. شاید که او روز من تصور کردن نمیتونم او روز برای من چی میشه اگر من فرزند و زنده بیام بود در آغوش بگیرم. ستاره